همه ما میدونیم چیزی که باعث میشه افراد موفق از دیگر افراد جامعه جدا بشن اینه که اونها میتونن توی شرایط سخت و بحرانی تصمیم درست رو بگیرن و تحت تاثیر شرایط قرار نمیگیرن. به کانال بهترشاه خوش اومدید. تو این ویدیو شما رو با 8 عاملی آشنا میکنیم که با آگاهی نسبت به اونها شما هم میتونید در این شرایط درست‌ترین تصمیم رو بگیرید. پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. قبل از اینکه شروع کنیم ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال کنید تا بتونیم در مسیر بهتر شدن همراهتون باشیم. مورد اول، تغییر نگرش. باور داشتن به این که همیشه و در هر شرایطی فرصتی هست برای بهتر شدن و باور به این که این شرایط اومده تا به من چیزی یاد بده تا بتونم رشد کنم و توان روبرو شدن با مشکلات آینده رو داشته باشم. با این نگاه تمام کارها و تصمیم‌های شما در این شرایط در جهت درست و بهتر شدن قرار میگیره. مورد دوم، آگاهی نسبت به حقیقت خود. توجه به ارزش خود و اون کسی که واقعا هستی و آگاهی نسبت به اینکه هیچ عامل بیرونی توان آسیب رسوندن به ارزش درونی تو رو نداره به شما قدرت و شجاعت بالایی برای تسلط به این شرایط و گرفتن تصمیم درست رو میده. مورد سوم، یادآوری تجربه‌های گذشته. یادآوری و مرور تجربه‌های گذشته که تونستید بر شرایطی که بسیار دشوار بودن پیروز بشید و از اونها با موفقیت عبور کنید باعث افزایش امید و اعتماد به نفس شما میشه. در ضمن به شما نشون میده که شرایط سخت و دشوار گذرا و موقتی هستند و موندگار نیستند. مورد چهارم، پشتوانه اجتماعی. کمک گرفتن از خانواده، دوستان و اطرافیان در شرایط سخت بسیار کمک کننده و ارزشمنده. برای این کار باید بتونید مشکلاتتون رو با اونها در میون بگذارید و این قدرت رو داشته باشید که از اونها درخواست کمک و راهنمایی کنید. فقط به این توجه داشته باشید که مشکلاتتون رو به هر کسی نگید و از هر کسی درخواست کمک نکنید. فقط کسایی که مورد اعتماد شما هستن و میدونید واقعا شما رو دوست دارن و دلسوز شما هستن. مورد پنجم، آگاهی نسبت به ارزش‌ها و اهداف خود. تمرکز و توجه به ارزش‌ها و اهداف شخصیتون در شرایط سخت بسیار کارساز و کمک کننده است و مثل چراغی توی مه مسیر درست رو بهتون نشون میده. برای اینکه بفهمین ارزش‌ها و اهدافتون چیه، این سوالا میتونه کمکتون کنه. اینکه واقعاً چه چیزی برای شما اهمیت داره. اینکه هدف اصلیتون توی زندگی چیه. و چه کسایی دلشون به شما گرمه که از پس این شرایط بر بیایید. اینا سوالهای بسیار قوی هستند که با توجه به اونها انگیزه فوق‌العاده‌ای برای حرکت و تسلیم نشدن در برابر مسائل رو به شما میده. در نتیجه میتونید که بهترین تصمیم گیری رو در جهت رسیدن به اهداف خود داشته باشید. مورد ششم، توجه و مراقبت از خود. مراقبت از خودتان برای حفظ سلامتی، داشتن تغذیه سالم، ورزش کردن به صورت منظم و خواب کافی موردهایی هستند که کمک میکنند شما در مواقع سخت تاب‌آوری بیشتری داشته باشید و بتونید بهترین تصمیم رو بگیرید. مورد هفتم، مدیریت استرس. انجام کارهایی که باعث کاهش استرس میشن مثل مدیتیشن، یوگا، مطالعه کتاب و یا رفتن به طبیعت میتونه به شما کمک کنه تا بتونید در شرایط سخت تسلط بیشتری به خودتون داشته باشید و بهترین تصمیم گیری رو انجام بدید. اثرات این کارها برای هر کسی ممکنه متفاوت باشه. برای همین کارهایی که تأثیر بیشتری روی شما داره رو با امتحان کردن پیدا کنید و اونها رو بیشتر انجام بدید. و مورد هشتم، آموزش دیدن. یکی از مهمترین موردهایی که در شرایط سخت میتونه به شما کمک کنه آموزش دیدنه.
شما با آموزش دیدن در رابطه با موضوعی که درگیر اون هستین خیلی راحت‌تر میتونید از پس مشکلاتتون بر بیایید و اونها رو حل کنید. به نظر شما چه موردهای دیگه‌ای هستش که میتونه در شرایط سخت به ما کمک کنه که بهترین تصمیم گیری رو داشته باشیم؟ خیلی ممنونم که برای آموزش خودتون ارزش قائل هستین و تا انتها همراه ما بودید. یادتون باشه که دونستن این مطالب به خودی خود هیچ کمکی نمیتونه بهتون بکنه تا زمانی که سعی کنید به صورت عملی اونها رو اجرا کنید. اگر این ویدیو براتون مفید بود اون رو لایک کنید و برای دوستانتون ارسال کنید.